و اینک این منم دکتر غلامرضا قیانوری. امروز به اتاق عمل بیمارستان امام اومدیم تا شاهد جراحی یکی از قربانیان ماهواره‌های ضد نظام باشیم. همونطور که میبینید آقای دکتر پولاریزاسیون مشغول جراحی هستند. بله همونطور که میبینید این بیمار به خاطر دیدن بیش از حد ماهواره دچار ایست قلبی شده و به دلایل مسائل هضم نشدنی که در ماهواره ها پخش میشه معدهشون کاملا متلاشی شده و ما تلاش میکنیم با تیم پزشکی که الان اینجا همینطور که شما میبینید ما داریم این یه بشقاب ماهواره پشت تیروئیدشون گیر کرده و من الان دارم در میارم. بله همونطور که میبینید یه دونه بشقاب ماهواره از توی قلب. اینو خواهش میکنم تیم پزشکی منتقل کنن اونور. بله خیلی متشکرم. در این قسمت ما یه ریموت کنترل پشت معدهشون کجا این گیر کرده اینو کاملا در بیاریم. بله یه دونه ریموت کنترل هم اینجا هستش که ما کامل در آوردیم و موفق شدیم که این کارو بکنیم. این تیم پزشکی خواهش میکنم اینو بریزین تو کاسه. و الان یه دونه بله LMB اینجا سرش اومده بیرون و من اینو از پشت تیروئیدش که پاره کرده و من اینو در میارم کامل به این صورت. بله میبینید سیمشو همین که داده به همسایه ها همین بوده. من کامل در آوردمش. بله کامل گیر کرده بود که من الان کامل درش آوردم. عجب تلستاری زده اینجا، عجب تلستاری زده. بله من موفق شدم که کامل این قسمت از عمل رو انجام بدم که اینم که قطعه اصلیش بود که در آوردم. بله اگه این جوونا میدونستن که با دیدن ماهواره به چنین روزی میافتن هیچ وقت این کارو نمیکردن. به راستی ماهواره چرا؟ آقای دکتر خب حالا اینا رو که در آوردین چی میخواین جاش بذارید؟ چون این بیمار باید هر چه زودتر به دامن امام راحلمون برگردن. ما یکی از دامنای امام آوردیم اینجا که بله این یکی از دامنای امام هستش که ما آوردیم اینجا تا کلوش هم هست و استفاده بکنیم. من اینو جایگزین اون خواهم کرد. به این صورت من الان این جایگزین شد. بله ایشون به دامن امام راحلمون برگشتن و یه بسیجی درست حسابی شدن که الان در خدمت شما هستن. وای آقای دکتر یعنی الان ما میتونیم با ایشون مصاحبه کنیم؟ بله کاملا آماده است. خواهش میکنم بفرمایید. خب خیلی خوب شد. برادر پاشو الان دیگه شما خوب شدید. آخش خوب شدیم دیگه ما، یعنی دیگه تمومه دیگه ها. بریم ها. آقا امروز چند شنبه است؟ آقای دکتر فکر کنم میخواد روز نماز جمعه رو بپرسه، میخواد بره نماز جمعه. برادر امروز پنجشنبه است، فردا باید بریم نماز جمعه. بابا دکتر من چه گفتم انقدر طولش نده بابا. میخوام بریم بابا برنامه بیبی رو نگاه کنیم. بیبی الان مرمیز چی میشه داستان بیبی. عجب شکممونم که ندوختی که. اب نه ولش کن خودمون میدوزیم بابا. ولش کن بیبی ما رو داشت. بریم الان بیبی شروع میشه. عجب داستانی داریم به خدا. بله آقای دکتر فکر کنم عملتون ناموفق بود. یادم رفت باید خونش هم عوض میکردم. بابا ماهواره رفته تو خونش. بله مرکز واحد خبر غلامرضا قیانوری. آقای دکتر چی شد؟